با سلام خدمت دوستان عزیز. با یک ویدیو دیگه از فکت چک در خدمت شما هستم. لیام هستم. گفتم امروز در رابطه با در واقع Permanent Residence Permit یا اقامت دائم در فنلاند بیام یه سری اطلاعات در خدمت شما بگم. اطلاعاتی که من میدم خدمت شما از روی سایت های معتبر و ارز کنم خدمت شما و جاهایی که در واقع اطلاعات درست رو میدن و هدف من همونطور که بارها تو ویدیو گفتم اطلاع رسانی است. دنبال درآمدزایی نیستم، اطلاع رسانی است و تمام این اطلاعات حقیقتش رو بخواین امروزه شما هر آن چیزی رو که میخواین در اینترنت میتونید پیدا کنید و با وجود AI و چت جی پی تی و پلتفرم های دیگه واقعا خیلی دیگه نیازی نیست به افراد رجوع کرد مگر که در موارد خاص. خب بیایم در مورد پرمننت رزیدنسی صحبت بکنیم که در واقع اقامت دائم در فنلاند چیه که خیلی مسئله مهمیه. این سایت میگریه اطلاعات کامل رو اینجا داده که به چه شکل هستش. من یه چند تا توضیح بدم خدمت شما عزیزان. ببینید دوستان، خب ما گفتیم برای اومدن به فلان انواع اقسام روش ها هست. یکیش از طریق دانشجویی که ویزای بی میدن، که ویزای بی شما زمانی که ویزای بی دارید نمیتوانید اقامت رو به اقامت دائم تعلق، باید ویزا حتما ویزای A پرمیت باشه. ویزای A پرمیت چجوری میگیرید؟ زمانی که شما در فلان کار داشته باشید یا استارتاپی داشته باشید یا اینکه کارآفرین باشید، یا خب آف کورس اگر خانواده این هم باشید اون خب بحثش جداست. ولی شما زمانی که ویزای A گرفتید، حالا به هر طریقی ویزای A دارید، حتی از طریق خانواده، باید 4 سال continuous residence باشه. یعنی ویزای شما باید 4 سال به صورت پیوسته باشه. این خیلی مسئله مهمه. یعنی اگر شما ما بینش مثلا یه ویزای 1 ساله داشتید، بعد ویزاتون خدمت شما عرض کنم که تاریخ انقضاش تموم شده و به شما به قول معروف ریجکشن داده، یعنی تمدید نشده، بعد شما اپلای کردید، این اون استمرار قرار نمیگیره. یعنی شما دوباره از ویزای جدید محاسبه شروع میشه. این خیلی مسئله مهمیه. پس این خیلی مهمه که ویزای شما باید به صورت 4 سال استمرار داشته باشه. این خیلی مسئله مهمی دوستان عزیز. خیلی از عزیزانی که میان فنلاند یا با ویزای 1 ساله میان دانشجو، یا ویزای 2 ساله میان به صورت استارتاپ، یا ویزای دوباره 1 ساله واسه کارآفرین. بعد اینها زمان اکستنشن که من ویدیو قبلی هم توضیح دادم میان اپلای میکنم که ویزاشون اکستند میشه. متاسفانه خیلی از عزیزان ریجکت میشن. حالا من یه ویدیویی در مورد ریجکشن و دلایلی که ویزا ریجکت میشه توضیح میدم. و وقتی شما ریجکت میشی و تا بتونید دوباره پرمیت جدید بگیری، این ممکنه که یه خلایی ایجاد بکنه و اون استمراری ایجاد نمیشه و خیلی از عزیزان دوباره ممکنه مشکل پیدا بکنن رو بحث پرمننت رزیدنسی 4 سال. پس باید به صورت مستمر باشه. خیلی مسئله مهمیه. و زمانی که شما اپلای میکنید، البته این قانون جدیده، این قانون قدیمه، قانون جدید دارن الان آوردنش گذاشتنش تو پارلمان. احتمال داره که این تغییر بکنه بشه به 6 سال، ولی فعلا 4 ساله هست. و خدمت شما عرض کنم که شما حداقل باید 2 سال از این 4 سال در فنلاند باشید. خیلی مسئله مهمیه. حالا اینجا به صورت فارسی کاملا اینجا توی info finland.fi کامل توضیح داده فارسی رو. و در صورت وجود شرایط لازم، جرمی مرتکب نشده باشید، متهم به ارتکاب جرمی نباشید. خدمت شما عرض کنم حتی اگر شما این جرم از تخلف راهنمایی و رانندگی داشته باشید، ممکنه تأثیر بذاره روی اقامت شما. و این خیلی مسئله خیلی مهمیه که باید حواستون باشه. و خدمت شما عرض کنم که و مهم اینه که این هم خیلی مهمه که تو این 4 سال اگر مثلا ویزاتون دانشجویی بوده، بعد الان تبدیل شده به امپلویی یا کارآفرین، اون ویزای دانشجویی رو برای شما حساب میکنن، ولی میزان حسابی که شما میکنن برای ویزای دانشجو 2 ساله. 2 سال حساب میکنن. ولی
ببخشید معذرت میخوام، اون 2 سال رو تو بحث سیتیزنشی حساب میکنه. الان من اینجا دیدم تو بخش پرمیننت اون حساب نمیشه. اینا نمیشه. The time you live in Vietnam with temporary residence is not counted towards the 4 years. اون برای سیتیزنشیپ، حالا من یه دونه ویدیو برای سیتیزنشیپ اون ویزای بی شما حساب میشه، ولی برای پرمیننت متاسفانه حساب نمیشه. این عذرخواهی از من رو بپذیرید. پس یه ریویو بکنیم. برای پرمیننت رزیدنسی فنلاند 4 ساله، باید ویزا به صورت مستمر 4 سال باشه، خلایی در بینش نباشه، همون ویزایی که در ابتدا بوده به شما داده باشد و هیچ نوع خلایی در این 4 سال به وجود نیامده. این خیلی مسئله مهمیه که این رو شما داشته باشید. و معمولا ببینید عزیزان، معمولا من یه چیز خیلی به رک به شما بدم. ببینید شما تا زمانی که ویزای 4 ساله یا اقامت 4 ساله ولا نگیرید، خیلی سخته که بتونید هم پرمیننت بگیرید، هم خدمت شما عرض کنم که سیتیزنشیپ بگیرید، مگر اینکه هر سال بدون اختلال و بدون خلع این ویزاها هی تمدید بشه. اگر حالا دانشجوییه، حالا اگر حالا عرض کنم خدمت شما کارآفرینی یا استارتاپه، پس گرفتن ویزای 4 ساله خیلی مسئله مهمه. در حال حاضر بهترین طریق برای گرفتن ویزای 4 ساله امپلویمنت، یعنی پای پیدا کردن کار هستش که مستقیما به شما ویزای 4 ساله میدن. اما برای استارتاپ ها و کارآفرین ها برای تمدیدش بسیار بسیار سخت شده تمدیدش، و خیلی ریجکشن بالای، یعنی بالای 70-80% از طریق بیزنس فنلاند یا الوکسکوس یا دارای اقتصادی ریجکت میشن عزیزان. و این خیلی مسئله مهمی که بتونید ویزای 4 ساله رو حتما بگیرید. و وقتی که ویزای 4 ساله بگیرید، یه جورایی تقریبا تضمینیه برای گرفتن اقامت دائم و در واقع گرفتن سیتیزنشیپ. اینها مسائل خیلی مهمی هستش که توضیح میدم. اجازه اقامت در اتحادیه برای شخص تابع کشور ثالث که جزء اتحادیه اروپا است، اون باید به مدت 5 سال اقامت ای داشته باشید، در این مدت بیش از 10 ماه از فنلاند خارج نشده باشید، که پیو یعنی پرمننت ای رزیدنسی هم میتونید اپلای بکنید که فرق آنچنانی با پی آر خود فنلاند نداره، ولی خب بعضی از عزیزان میتونن اون رو هم اپلای بکنن. اطلاعات کامل در اینجا به صورت فارسی اومده، ولی اون مسئله خیلی مسئله مهمیه که این 4 سال uninterrupted باشه، یعنی بدون هیچ نوع خلایی بینش باشه. و همینطوری که عرض کردم، اگر شما اقامتتون 4 ساله هست، حالا از هر نوعی که باشه، یک جورایی تا 90% شما راه و پیمودید برای گرفتن پرمیننت و یا سیتیزنشیپ. ولی اگر اقامتتون 1 ساله است یا 2 ساله است و هی بخواید تمدیدش بکنید، این خیلی نمیتونه اطمینان بخش باشه، چون هر سال، هر 2 سال باید تمدید بکنید و خلایی اگر بین این اتفاق بیفته و خدای نکرده به شما ریجکشن بدن و دینای بشه ویزای شما، این میتونه که اون اینتراپشن به محسوب بشه و برای گرفتن ویزا به مشکل، برای گرفتن پرمیننت به مشکل برمیخوره. و خب شرایط دیگه هم داره. بحث تمکین مالیه، بعد نشون بدید اگر امپلوی هستید، اون کارفرما بعد نشون بده سر اسلیپ تو اینکام. اینا تو اینکام رجیستر هستش، چک میکنن پنشنتون رو پرداخت کرده باشید، بحث خدمتشو کرایم نداشته باشید، همین که صحبت کردم مرتکب جرم نشده باشید. و اینها رو در واقع در نظر میگیرن و چک میکنن. برای کسایی که حالا کارآفرین هستن یا استارتاپ هستن، اون پروفیتیبیلیتی و یا اون سودآوری شرکت بسیار خیلی مهمه. اون بحث زمانی که اپلای کردید، اون بیزنس پلنی که داشتید، طبق اون بیزنس پلن رفتید، بعد نشون میدید رشد کردید، بعد نشون میدید که در واقع شرکت شما در حال رشد. اونها مسائل خیلی مهمی هستش برای گرفتن اقامت دائم. در حال حاضر این قانون جدید به زودی ممکنه تصویب بشه که این تبدیل بشه به 6 ساله، داره سخت‌ترش میکنن. یک دوم این که حداقل بعد 2 سال شما کار داشته باشید، یعنی تکس پرداخت کرده باشید برای اپلای کردن. این برای قانون جدیده. حالا من این رو بعدا حالا به نظر من این رو فعلا اینجا صحبتش نکنم، هنوز اون تصویب نشده. حالا تصویب که شد، میتونم یه ویدیویی در رابطه با قانون جدید پی آر برای شما بدم، ولی در حال حاضر 4 ساله هست و خیلی راحت تر هستش.
ولی قانون جدید سختتر خواهد شد برای همه عزیزان. امیدوارم که اگر کسایی که واقعا الان اون 4 ساله رو دارن هر چه زودتر اپلای کنن برای PR. خیلی ممنون، خوشحال شدم از شما عزیزم. مرسی که گوش میکنید، مرسی که نگاه میکنید. اگر دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، من ویدیوی بیشتر برای شما توضیح میدم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. ویدیوهای جدیدتری رو من میذارم به زودی. برای خدمت شما عرض کنم که برای سیتیزنشیپ ویدیو میذارم. برای خدمت شما عرض کنم که دلایل ریجکشن رو یه ویدیویی میذارم. یه ویدیویی در رابطه با خود زندگی در فنلاند و از تجربه خودم میذارم. و فکر کنم دیگه تقریبا میتونیم فنلاند رو ببندیم و میام سراغ جاهای دیگه. هدف من از این سایت اطلاع رسانی و آگاهی هست. روز و شب خوبی داشته باشید. فعلا.